سلام و درود، امیدوارم حالتون عالی باشه. به یک ویدیوی خفن معرفی ایردراپ جدید دیگه خوش اومدید. آقا از همین اول بگم که این ایردراپ خیلی خفنه و کلی نکات خفنی داره که توی این ویدیو خدمتتون میگم که چرا باید حتما این ربات رو استارت بزنید. این ربات کلا یک هفته از معرفیش نگذشته اما تونسته بالای 1,000,000 یوزر به خودش جذب کنه و چند تا مورد خیلی عجیب رو من حالا با توجه به تحقیقاتی که انجام دادم متوجه شدم. اولین موردش در راستای کانال نات کوین کامیونیتی که احتمالاً همتون بشناسید نات کوین رو، دیروز 10 جولای یه دونه پست آپلود کرد که با توجه به متنی که گذاشته و پستی که گذاشته کاملا حمایت خودش رو از این ایردراپ جدید نشون داده. دقیقاً پستی که گذاشته شده معنیش به این صورته: من آینده را به وضوح میبینم. جولای تمام نخواهد شد و ما بازی را شروع خواهیم کرد. ما خودمان را پادشاه خواهیم کرد و پیاده خواهیم شد. جولای تمام نخواهد شد و همه ووف یعنی ارز ووف دریافت خواهند کرد. یک سکه، یک ژتون، حالا یک استخوان میبینم. چه استخوان خوشمزه‌ای باید باشد. ساکت باش، حواست را جمع کن. جولای تمام نخواهد شد و شما اخبار را از من خواهید شنید. فقط وقتی همه چیز دوباره شروع شد به تو خواهم گفت. دقیقاً این میتونه معرفی خود ارز جدیدی باشه و حمایت نات کوین رو نشون میده و قضیه به این ختم نمیشه. بنیانگذار و مدیر عامل نات کوین یعنی ساشا پولوتونیوف یا پولوتینوف، حالا امیدوارم اسمش رو درست بگم، توی خود پروژه داگز توی رنکینگ برتر قرار داره و توی رنکینگ نفرات 24م هستش و این خودش حمایت 100% نات کوین از این پروژه خفن رو نشون میده. پس فرصت رو از دست ندید و این پروژه رو استارت بزنید. برای استارت پروژه لینکی که توی دیسکریپشن میذارم و توی قسمت کامنت ها پین میکنم رو کلیک بکنید یا کپی بکنید توی تلگرام بذارید و روش کلیک بکنید. اولین صفحه‌ای که براتون میاد این صفحه دیجن داکس هستش. گزینه استارت رو بزنید و یک نکته جالبی هم این بازی داره اینه که بر اساس قدمت اون اکانت تلگرامتون برای ورودی اولتون بهتون جایزه میده. یعنی هر چقدر تلگرامتون قدیمی تر باشه، اکانت قدیمی تری داشته باشید، احتمال اینکه جایزه بیشتری به شما بده بالاتره. پس حتما با یک اکانتی که بیشترین قدمت رو داشته باشه وارد اکانت بشید و حساب خودتون رو استارت بزنید. اولین صفحه ای که براتون میاد این صفحه جالب و فانتزی هستش. به محض اینکه بازی استارت میشه یه دونه جعبه بهتون میده با این شکل و شمایل. حالا من چون قبلا وارد شدم به این صورت یه دونه جعبه بهتون میده. جعبه رو باز میکنید و با توجه به قدمت اکانت تلگرامتون بهتون تعداد سکه رایگان رو میده. صفحه بازی به این صورته. اینجا لولتون رو نشون میده. اینجا اون انرژی و تعداد سکه هایی که میتونید کسب بکنید با ضربه زدن. حالا برای ضربه زدن هم باید بیاید این قسمت این پایین گزینه هیت رو بزنید. فقط برای جمع آوری سکه تنها جایی که میتونید این قسمت هستش. برای کلیک کردن باید تونتون اینجا کلیک بکنید و یک نکته دیگه هم که وجود داره اینه که اگر از اتو کلیکر استفاده بکنید و تعداد کلیکاتون خیلی سریع بشه اون رو حذف میکنه. پس از اتو کلیکر استفاده نکنید یا اگر استفاده میکنید سرعتش رو باید خیلی بیارید پایین، مثل همون سرعت یک شخص عادی باشه که به این صورت مثلا در ثانیه مثلا 3-4 بار بزنه روی صفحه. این باید در نظر بگیرید چون اگر از اتو کلیکر استفاده بکنید ممکنه به مشکل بخورید. پس این رو در نظر داشته باشید. و مورد بعدی این قسمت هاروست هستش که فعلا کار نمیکنه تا لول 50 بشید. حالا میگه تا لول 50 باید برید و بعد میتونید هاروست بکنید یا به اصطلاح اون سکه هایی که جمع آوری کردید رو کسب بکنید. مورد بعدی گزینه پرایس هستش که اینجا تعداد افرادی که دعوت کردید رو نشون میده. اینم لینک دعوت اختصاصی شما هستش. بالا پروفایلتون هست، اینجا اسمتون رو مینویسه، اینجا لولتون، تعداد سکه هایی دارید و جعبه هایی که باز کردید. ببینید قسمت بوست تاسک داره. یه دونه تاسک داره الان که توی همین لول اول بهتون میده و تاسک هم جوین شدن به یه سری
کانال ها که هستش خودش یک ادلیست داره، یعنی ادلش رو بهتون میده که فکر کنم 12 تا کانال عضو میشید و همونجا جایزه 100,000 تا سکه ای رو بهتون میده و بعد و تسک بعدیش توی لول 10 باز میشه، باید به لول 10 برسید. این قسمت لول اپ هستش، هرچه لول اپ بزنید تعداد کلیک هایی که میکنید رو بیشتر میکنه. یعنی اینجا اگر اول بازی با هر کلیک شما یک سکه جمع آوری میکردید، الان چون لول اپ کردیم بابت هر کلیک ما مثلا 2 الی 3 تا سکه دریافت میکنیم. حالا ما 2 بار لولمون رو بالا بردیم رفتیم لول 3 و هر کلیکی که انجام میدیم 3 تا به ما سکه میده. ببین 6 9. اینم از این. نکته بعدیش قسمت سمت راست قسمت باکسز هستش که اونم تا یه لول خاصی اجازه باز کردن به ما نمیده که برای باز کردن هر باکس باید 100,000 تا سکه بدیم، اما متاسفانه تا لول 40 اجازه این کار رو به ما نمیده. صفحه بعدی صفحه رنکینگ هستش که رنکینگ و نفرات برتر رو به ما نشون میده. اینجا رنک شما رو نشون میده و تعداد سکه هاتون و لولتون. این یکی از خفن ترین ایردراپ ها میتونه باشه، حتما استارتش بزنید و برای استارتش کافیه لینکی که توی دیسکریپشن گذاشتم رو روش کلیک بکنید یا توی قسمت کامنت ها اولین کامنت من لینک ورود رو براتون قرار دادم. این بود از آموزش کامل این ایردراپ خفن جدید. پس تا دیر نشده حتما استارتش رو بزنید. برای از دست ندادن بقیه ایردراپ ها و ترفندهای خفن دیگه حتما چنل ما رو دنبال بکنید و چنل ما رو سابسکرایب کنید.